دوستان سلام. این بار میخوایم نقد فیلمی رو بریم که زمان زیادی از اکرانش نمیگذره. فیلم سیرک انتخابات، آخرین ساخته سید علی خامنه‌ای. این فیلم اصلا فیلم بدی نبود، فیلم خیلی بدی بود، فاجعه بود. یه فیلم ناتوان و غیر آدمیزادی با یه فیلمنامه آبکی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مهمترین گیر فیلمنامشه. فیلمنامه نویس کیه؟ خود کارگردان. طرف پرت اصلا. بابا ملت اومدن تو خیابون، دخلتو آوردن، تو با ساچمو گوله افتادی به جونشون، بعد دم انتخابات تو اومدی به همونا میگی بیایید رأی بدید. شوخی میکنی؟ از فیلمنامه که بگذاریم میرسیم به شخصیت پردازی. شخصیت پردازی افتضاحه. تو اصلا کاراکتری برای فیلمت نذاشتی، همه رو رد صلاحیت کردی. 4 تا تیپ مقوایی، 4 تا بسیجه کیفکش جوجه طلبه آوردی، میخوای باهاش مجلس درست کنی؟ مثلا کیه؟ امیر حسین ثابتی، فقط یه لب و دهن بدون ذره حس، هیچ چی دیگه نیست. دوربینت هم لحن درستی نداره، فقط یه دوربین شلخته است با میزانسنای پرت و پلا. نمایش عروسکی رو آورده تو حوزه رایگیری، خواننده رو آورده تو مسجد، یه مش بچه چیده جلو دوربین. مگه مهد کودک میخوای نشون بدی؟ شوخی میکنی؟ مزخرفات چیه؟ معلومه که فیلمساز هیچی از میزانسن انتخابات نمیدونه. بعد اسم خودتو گذاشتی ولی امر سینمای جهان. این فاجعه است. از اول تا آخر فیلم جرئت نکرد یه لانگ شات به ما بدی. معلومه که میترسی، چون لانگ شاتو که بدی حوزه های خالی معلوم میشه، ریزش ها معلوم میشه، بدبختی ها معلوم میشه. از اول تا آخر هی کلوزاپ. اونم کلوزاپ کی؟ جنتی، رئیسی. یه برگه رأی نمیتونه بندازه تو صندوق. ورق، صندوق، اینو نمیتونه در بیاره. هی جلو عقب میکنه، انگار داره آتاری بازی میکنه. این فاجعه است. یعنی من میگم واقعا یه فیلم فارسی جلومه. من بیشتر اصلا حال ندارم. من حاضرم بشینم نما به نمای این فیلمو بزنم پوچ کنم، اما این فیلم از نظر من ما قبل نقده. بیشتر از این وقتمو براش طلب نمیکنم. کات.